سلام، این یه ویدیو دیگه از سری آموزشی دوره طراحی سایت محلی هستم و بریم سراغ ویدیو. توی ویدیو بخش پرفرنسز رو داخل سی پنل بهتون یاد میدم. امکانات مختلفش یاد میگیرین، امنیت وبسایتتون یاد میگیرین چجوری بالا ببرین با این قسمت و کدوم که از تنظیمات این قسمت برمیگرده به امنیت سایت و همینطور یاد میگیرید چجوری میتونید پسورد ورود به سی پنل خودتون رو تغییر بدین. اسپانسر این ویدیو لیمو هاسته. شما از لیمو هاست میتونید سرور مجازی تهیه کنید، هاست وردپرس، هاست ووکامرس، هاست دانلود، هاست ایمیل و همینطور هاست لینوکس تهیه کنید. علاوه بر اون میتونید دامنه خودتون هم داخل سایت لیمو هاست ثبت کنید. داخل سایتشون هم که یکم برید پایینتر میرسید به قسمت نظرات کاربران که میتونید شرکتایی که با لیمو هاست دارن کار میکنن و اونجا مشاهده کنید. قسمت بعدی که میریم سراغش بخش پرفرنسز. اگه از اینجا باز کنیمش، اولین چیزی که میبینیم پسورد اند سکیوریتی، دومی لنگویجه که میتونیم زبان رو تغییر بدیم باش، اطلاعات تماسه و یوزر منیجر. برای تغییر رمز عبور سی پنلتون روی قسمت پسورد اند سکیوریتی باید کلیک کنیم. پسورد قبلی سی پنلتون که توسط هاستینگتون براتون ایمیل شده رو باید اینجا وارد کنید، پسورد جدید رو وارد کنید و گزینه چنج یور پسورد رو بزنید از اینجا تا پسوردتون تغییر کنه. و این گزینه Enable Digest Authentication همونطور که توی این قسمتش هم نوشته برای فعال کردن دسترسی از ویندوزهای ویستا و 7 و 8 به سی پنل با بیش از یه متن یا ارتباط رمزگذاری نشده. اگه از این سیستم عامل استفاده می‌کنید باید این گزینه رو فعال کنید وگرنه نیازی به فعال کردنش نیستش. و بعدش هم که پسوردتون می‌خواستید عوض کنید روی گزینه چنج پسورد کلیک می‌کنید. خب تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد خواهش می‌کنید لایکش کنی. محلی هم اینجا کانال استیم دیو هست. تو این کانال هر هفته کلی ویدیو در رابطه با آموزش طراحی سایت، آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی و نرم افزار مهندسی ارائه میشه. اگه از این ویدیو خوشت میاد از این دکمه پایین حتما سابسکرایب کن، زنگوله بغلش هم فعال کن و بریم سراغ ویدیو. بخش بعدی چنج لنگویج. اگه روش بزنیم میتونیم زبانمون رو به زبانایی که داره تغییر بدیم. عربی و زبان مختلفی داره ولی خب غالبا فارسی نداره. رو همون انگلیسی معمولا میذاریم باشه. بخش بعدیمون کانتکت اینفورمیشن. روش میزنیم اطلاعات تماسمون، ایمیلی که باشین ثبت نام انجام شده، یه ایمیل دوم برای اطلاع رسانی اکانتمون. اگر بخوایم از قابلیت پوش نوتیفیکیشن ها استفاده کنیم توکنمون رو باید از این قسمت وارد کنیم. میگه چه زمانی شما رو نوتیفای کنه، پیام بهتون بده یا اطلاع رسانی بهتون انجام بده. از اینجا شرایط مختلف رو انتخاب میکنید. میگه که برای اتو SSL ها اتفاقاتی که توی SSL میفته بهتون اطلاع رسانی بکنه یا نکنه، که اگر میخواید زیاد ایمیل دریافت نکنید میتونید این رو دیزیبل بکنید، اما حتما خودتون حواستون به زمان SSL تون باشه که منقضی میشه نمیشه، درست انجام شده نشده یا چجوریه. و اگه SSL هاتون که توی ویدیوهای قبلی راجعش صحبت کردیم درست اجرا نمیشد، باید از طریق هاستینگتون حتما پیگیری کنید. SSL ها کجاست؟ توی قسمت سکیوریتی و اینجا از طریق استاتوسش میتونید SSL تون رو ببینید وضعیتش چجوریه. اگر اینجا چیزی سبز نباشه و قرمز باشه باید از طرف هاستتون پیگیری کنید. اما حالا بخش بعدی که نیازش داریم یوزر منیجر. این یوزرتون که یوزر الانتون هستش میگه میتونه از ایمیل استفاده کنه، میتونه از FTP استفاده کنه، همون دسترسی به هاستتون از طریق کامپیوترتون، و میتونه از وب دیسک استفاده کنه. این اکانتی که ساختیم به عنوان ایمیل میگه فقط میتونه به ایمیل دسترسی داشته باشه و یه اکانت دیگه برای لاگ ها وجود داره که از طریق FTP فقط دسترسی داره که لاگ ها رو ذخیره میکنه داخل سیستمتون. میتونید یوزر جدیدی بسازید، از اینجا اسم براش انتخاب کنید، یوزر نیم انتخاب کنید، بگید به چه دامنه‌ای دسترسی داشته باشه، ایمیل ارتباطیش چی باشه، خود اون یوزر پسوردش رو انتخاب کنه یا اینکه شما براش پسورد انتخاب بکنید. از بخش سرویس ها میتونید بهش بگید آقا این اکانتی که ساختیم به ایمیل دسترسی داشته باشه، به FTP دسترسی داشته باشه، به وب دیسک دسترسی داشته باشه یا مثلا به یه دونهشون دسترسی نداشته باشه، چقدر دسترسی داشته باشه، ایمیلش بی‌نهایت باشه یا مثلا فقط 1 گیگابایت بتونه استفاده کنه، اکانت FTPش چقدر محدودیت داشته باشه، به کدوم قسمت دسترسی داشته باشه، به وب دیسکمون کدوم قسمت دسترسی داشته باشه و اینکه چه دسترسی داشته باشه، فقط بتونه بخونه یا بخونه و بنویسه، رید اند رایت باشه یا رید اونلی باشه، فقط خوندن یا خوندن و نوشتن. از این قسمت بالا دست راست هم بخش اکانت پرفرنسز رو دسترسی داریم. نوتیفیکیشن ها کجا برامون بیاد نگاه کنید، میبینید هر کدومو پایین دست راست بیاد، وسط بیاد، بالا دست چپ بیاد که معمولا همینه. پسورد از سکیوریتی که بهتون گفتم
چنج لنگویج هم گفتم، کانتکت اینفورمیشن، بیلینگ اینفورمیشن رو زیاد کاری نداریمش ما برمیگردونه ما رو به صفحه لیمو هاستمون. ساپورت تیکت ها هم ما رو برمیگردونه به قسمت تیکت های لیمو هاست. آپگرید و داونگرید هم دقیقاً همین ما رو برمیگردونه به قسمت لیمو هاست که بخوایم ارتقا بدیم سرویسمون رو. میتونیم تنظیمات صفحه رو اینجا ریست بکنیم، تو فیدبک بدیم و میتونیم هم لاگ اوت کنیم، یعنی خارج بشیم. فیدبک هم یعنی انتقاد کردن، مثلا جای با ارور مواجه شدیم. بخش نوتیفیکیشن ها از اینجا میتونیم دسترسی داشته باشیم. سرچ هم که مشخصه. و مورد دیگه ای از داخل سی پنل نمونده. کل سی پنل رو بهتون آموزش دادم داخل این ویدیوها. اگر سوالی هستش بازم توی کامنت حتما بپرسین. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشت اومد از این دکمه پایین حتما لایکش کن، کانال رو هم سابسکرایب کن. اگر سوالی داشتی داخل قسمت کامنت ها میتونی بپرسی. ویدیوهای جدید رو هم که از کانال پیشنهاد میکنم از دست ندی. تا ویدیو بعد، فعلا.